به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به یکایک شما نورهای خدا. من علیرضا قروی هستم. میخوام راجع به یک موضوع بسیار نور آفرین صحبت کنم. وهاب، یکی از نامها و صفتهای زیبای پروردگار به معنای بخشیدن، بخشنده بودن یا به نوعی کسی که بسیار میبخشه. اما سوالی که قرار درباره این اسم الهی بهش پاسخ بدیم اینه که وهاب دقیقاً به چه معناست؟ چه نوعی از بخشیدن وهاب بودن رو شامل میشه؟ چه فرقی با بقیه کلمات داره؟ چون ما کلمات دیگه ای رو هم داریم که به معنای بخشیدن باشه. در پاسخ به این سوال و معنای اصلی وهاب آگاهی ظریف و زیبایی وجود داره که بدون شک شنیدنش ایمان بنده های الله رو نمیدونم بگم 1000 برابر 100,000 برابر بی نهایت برابر میتونه بکنه. خب ببینید، بین بخشیدن هایی که ما آدم ها انجام میدیم با بخشیدنی که مخصوص خداست خب قطعا تفاوت هایی وجود داره و وهاب بودن یا هپه کردن اون بخشیدنیه که مخصوص خداست. ببینید دوستان، تمام بخشش های بشری که ما انسان ها انجام میدیم از دو حالت خارج نیست، یا با عوض انجام میشه یا با غرض. یعنی یا ما میبخشیم که متقابلا چیزی دریافت کنیم، مثلا من به شما یه هدیه‌ای رو میبخشم تا شما هم یه روزی بهم هدیه بدی، یعنی توقع دارم در مقابل چیزی که میدم چیزی هم دریافت کنم، یا اصلا اگه اول دریافت نکنم چیزی هم نمیبخشم. بهش میگن بخشیدنی که شبیه تجارته. تو اینجور موارد آدم ها حتی ممکنه چند بار بدون دریافت کردن چیزی کادو بدن، اما بعد از مدتی که ببینن خبری از سمت مقابل نیست بخشیدن رو متوقف میکنن که مجموعاً به این بخشیدن میگن بخشیدن همراه با عوض. نوع دیگه‌ای که وجود داره بخشیدن همراه با غرضه. اینجا آدم ها با اخلاص تر رفتار میکنن و واقعا چیزی طلب نمیکنن از فرد مقابل، توقعی ازش ندارن. مثلا هر سری کنار خیابون شما به یک کودک یا پیرمردی کمک میکنید، از پول یا غذای خودتون به اون میبخشید، اینجا شما هیچ عوض یا جبرانی از اون نمیخواید، میبخشید و رد میشید. خب اینجا هم قطعا در ته دلتون از این کار یک قصد و غرضی دارید، یک هدفی دارید. مثلا میبخشید تا رضایت و خوشنودی الهی رو به دست بیارید، میبخشید تا طبیعت هم به شما ببخشه، میبخشید تا برکت در زندگیتون جاری تر بشه، اصلا میبخشید که دلتون آروم تر بشه، روحتون سبک تر بشه. خب پس در پس اقدام شما یک هدف وجود داره، تلاش برای رفع یک نیاز وجود داره که بهش میگم بخشش از روی غرض. برعکس عوض خواستن که شبیه تجارته، دومی اصلا ایراد نداره، بلکه خیلی هم خوبه. شما به خاطر رضای خداوند میبخشید. این خاصیت انسان هست که حتما یک پشت پرده‌ای در کنش‌های اون وجود داره، چون انسان میدونی ذاتاً نیازمنده دیگه، ولی خدا اینطور نیست و صفت زیبای او یعنی وهاب بودن دقیقاً به همین معناست. بخشیدنی که با هیچ عوض یا غرضی همراه نیست. اون میبخشه بدون اینکه در مقابل این بخشیدن چیزی طلب کنه، بدون اینکه در پس این بخشیدن چشم داشتی داشته باشه. به این میگم وهاب بودن خدا. اما ثمره درک این موضوع کجاست؟ اگر باور داشته باشی که بخشیدن الله این جنسیه، از جنس وهابه، وهابیتش رو درک کنی، دیگه موقع دعا با خودت نمیگی خب من که کاری نکردم برای خدا که حالا چیزی ازش بخوام، من که نماز نمیخونم، من که 1000 تا ایراد دارم، پس چرا ازش چیزی بخوام؟ چرا اینجوری فکر میکنیم؟ چون این صفت خدا رو درک نکردیم، چون خدا رو با آدم‌ها یکی میدونیم، یکی میبینیم، فکر میکنیم بخشیدن الله تنها زمانی منطقیه که عوض داشته باشه و ما چون چیزی برای عرضه نداریم ناامید میشیم. الله میبخشه چون بخشنده است، همین، نمیتونه که نبخشه. بخشیدن ذات پروردگار ما. خدایا ازت ممنونم که هستی، ازت ممنونم که به زندگیمون نور، برکت، خیر، عشق، سلامتی بارها و بارها از قبل به حرکت در آوردی، روانه زندگیمون کردی، جاری کردی در زندگیمون. سپاسگزارم. تو از قلب من آگاهی. من با تک تک سلولهای بدنم تنها تو را میپرستم و تنها از تو یاری میجویم.